سلام دکتر وحید نهنگکش. سلام آقا محمد نور، خوش اومدی به کلینیک ما. تعریف شما خیلی زیاد شنیدم، میگن که تو کارتون خیلی درسته. در چه حدی پوزه میخوای؟ من خواستم بیام اینجا قیافمو شبیه این کنی، پوزمو شبیه این کنی. باید این بر براتون پیشنهادهای خوب دارم، اون پوزه بهتون نمیاد. بیا این بر. آقا معنور خیلی داغونی، چهره‌تون خیلی داغونه. آره اون پوزه بهتون نمیاد. پوزه جدلی برات میزنم، در جدیده. خب ترند امروز جهانیه، به این میگم پوزه جدلی، نیمرخ. خب دماغ نیست، چشمات هست. خوبه این برا؟ بله دیگه. خوشت اومد از این نیمرخ؟ آره. او این دندوناش اذیت نمیکنه؟ نه این فکت که باز کنی، خب نگاه کن، پوزه جدلیه. حالا خودت هم باید این پیشینی تو 3 انگوش بدم بیرون، فکر کن 1 انگوش بره داخل. دماغت هم باید بشه خوکی. خب یه پیلر بالا لبم داری، پایین خوبه، قشنگ این اون لواشکت. آره. و این مثل لواشک میشه، اذیت نمیشه؟ نه لیس خوب میزنی. خوشت میاد؟ لیس میزنی منه. آره.